بریم با هم یه گیم پلی 15 دقیقه‌ای اومده، تریلر 15 دقیقه‌ای از بازی جدید بلک میث ژانگ کوه ادامه بازی ووکانگه. خب بریم اینو با هم ببینیم. همشو نمیبینیم، یه جایشو میزنم جلو، مطمئنم نمیشین همشو تو ده ببینید. سلام عمو جون. بریم ببینیم برای من چه آورده. وست، آره همون وست رو میگم الانو، چون بازیش نیومده. داریم با هم گیم پلی تریلر جدید از گیم پلی بازی جدیدی که ووکانگو ساخته بود در ادامه ووکانگ میبینیم. این هم احتمالاً ادامه افسانه های چینه، در ادامه اونه. کیفیتی داره. این چی بود؟ خیلی گنگه، یعنی این پیرمرده رو پیدا کرد باهاش همسفر شد. قیافم خسیس، قیافم داغون. پیتزا نبود، دستش یه مرغ بود. خدافظ عزیزم، مرسی بودی تو استریم. اینو چنل گیم هم میذارم بچه‌ها. سریال ویچر خراب شد وقتی بازیگر اصلیش بره دیگه، یکی دیگه رو بذارن. داداش چی میخواد از اون سریال بمونه؟ نایس. حاجی بعد برم ووکانگ هم بازی کنم. چه پری، چه دفاعی کرد. آی حاجی گردم اومد، احساس کنم ضربه‌اش به قلب من خورد. حد اکثر کوالیتی رو خودم گذاشتم 480 توی استریم بچه‌ها، نمیتونم بیشتر از این استریم کنم. بازی به نظرم باحاله، یعنی من اگه پولشو داشتم میگرفتم تست میکردم. ووکانگ ولی بازی نکردم، ووکانگ هم باید بازی کنم، خیلی گرافیکش خوبه. آی حاجی اینو باید جا خالی داد. آی
چه بکی زد حاجی. سلام عزیزم. نجات داد. وات؟ چی شد پیرمرده؟ چرا پودر شد رفت؟ ای بابا هر دو قدم هم میریم توی سگی به ما کار داره. چه قشنگ زد. چی دیدی فینیشرشو؟ دهن تریسی که تو چت نوشته تریاک نرسید به پیرمرده از رسف. چی بود گفتی آخه؟ سلام دانیال. وات؟ چی شد یهو؟ پاور زد؟ حاجی واقعا باید برم بگیرم چیزا رو. ووکانگو بریم بازی کنیم. برای جی تی 6 هم پول جمع نکردم. شبت بخیر عزیزم. سوتونم مراقب خود باش. پیرمرده چیزی کمک کرد. کی فکرشو میکرد پیرمرده الکی نباشه؟ پیرمرده برگ شد حاجی. آره داره دنبال میکنه دیگه برگای پیرمردو. برگای پیرمردو حاجی چقدر بد. پیرمرد رفت به گردش یهو پودر شد و صداش زیاده؟ بیا ایزا. الان صداش خوبه؟ صداش چطور الان؟ مورتال کامبت 1 ندارم همون بریزم چش. یادش با 2 تا پا و 1 کله پرپشم لجنی گیر داده فایت بده. این اصلا نباید فایت بده. این چرا اصلا حاجی یه موجوداتی باید فایت میدن اینجوری که حاجی واقعا چجور تو الان زنده مونده. تو خیلی از بازی اینجوریه. مثلا کلا یه پای مثلا یه بازی بود واقعا یادم نیست اسمشو. جدا یارو فقط 1 پا بود. واقعا 1 پا بود. اکثرا هم تو بازی‌های این مدلی می‌بینیشون. گرافیک آبو حاجی. فیلم یا بازی؟ هیچ چیزی رو آبم باید باید خری احتمالا بازی بود. من فیبر ندارم. سلام آلتین چطوری؟ الان اون پیرمرده تبدیل به یک خانوم شد یا این خانومه بازی خیلی چیز شد جالب شد. نه اینکه فکر کنی بخاطر خانومه میگم هیجان انگیز شدم.
نه گوش کن listen to me wait عجیب شد این چه موجود خوز اولیه مرد صدفیه دارم گونده است چقدرم جونش زیاده پدر سگ چه نصفی دیگه شو خودش کن هیچی فیز دومش آقا چه موجود لزجیه آها یکی اومد کمک این کیه بالاخره یکی اومد کمک اونها چی کامپانین داریم این کیه فایتی شده اکشن خوبی داره پیرمرد برگی اومد پیرمرد برگی اومد کمک اوه پاور الکتریک میدیم به شمشیرمون زئوس باشه سه چهار نفر افتادیم یه دونه این نفر خدایش احساسی بدی دارم هستم پدرسایم ما یهو چی شد رفتیم تو جلد کامپانینمون چرا یهو تونستیم با این پلی بریم پشمام اوهو چه عجب نبو بازیش خیلی خوبه چرا باید سرت درد بگیره باحاله من تا اینجاش خوشم اومد خیلی خوشم اومد خیلی خوشم اومد بانو خیلی خوش اومدید بانو شرف خوشیپه یارو سمت راستی
مرده. نواز چقدر خوش آمد از این خانومه. اصلا قیافش هم ندیدم ولی مطمئنم خوش آمد. بازی قشنگه. مرد خروسی، مرد چشم دستی. نیم تنه سواری کرد، نیم تنه سواری. باورم نمیشه. بنظرم خیلی بازی خفنی میاد. نمیدونم گیم پلی و تریلرش که من ناامید نکرد. یه دیالوگ نداشت از اول بازی تا الان. اصلا نمیدونم دیالوگ داره یا نه. به نظرم بازی خوبی میشه. به نظرم بازی خوبی قراره بشه. فکر میکنم مثل ووکانگ یک موفقیت دیگه باشه. نظر منه، نظر شما رو نمیدونم.